هلو من اسم مسعود من تو جسم خوش اومدید به این ویدیو. امروز بعد این پارت سوم سری سروایولمون رو ادامه بدیم و انگار از سروایول خوشتون میاد. و پارت قبلی من فول آیرون شدم و الان 48 تا آیرون داریم و 17 تا دایموند و الان ما توی غاریم و نمیدونم از غار میتونیم بیایم بیرون نمیتونیم بیایم بیرون. و وقتی از غار رفتیم بیرون میخوایم خونمون و یه بیسمنت رو پیدا کنیم و یک بیسمنت رو صاف کنیم که خونمون رو اونجا توش بسازیم. و آره، و قبل از شروع ویدیو لایک، کامنت، سابسکرایب، زنگوله بغل سابسکرایب و یه کامنت انگلیسی بذار. ثابت نپره بچه، یوتیوب داره سابا و لایک ها رو میپرونه و این خیلی بده و لطفا یه کامنت انگلیسی بذار که ربات تشخیصت نده. و خب آقا اومدیم باید این تو وردمون بکن. ما الان 17 تا دایمن دارم و بلاک هم داریم که برسیم به بالا، ولی یه چیزی که هست، آره میریم بالا دیگه. شاید برای اسکلتون میبینم. اسکلتون رسیدم به غار. اوکی، گل زیباییه. آیرون بکنی آیرون رو. همین اصلا درت و گلدم داریم این گلدم بکنیم. آقا الان از اینجا رفتیم بالا دنباله بیسمنت میگردیم، یعنی یه جایه دنباله یه بیسمنت یا یه جای صاف میگردیم که بتونیم خونمونو توش چی بسازیم و از اونجا ساخت فارم و همه چیمون شروع میشه. آره میام پیشتون با خوشحالی. پسر رسیدیم به بالا و الان توی روی خاکیم، یعنی من از اونجا رفتم و بریم بالا. بکن از نظر من از اینجا خارج بشیم، یعنی به دنبال بیسمنت خوب میام اینجا. من که همه چیمو دارم. یه قایق باید بسازیم. قایق آره همین رو بندازیم، میندازم قایق بریم تو دل جزیره. میام پیشتون. آقا اینجا کنارمونه، همون جایی که من واسه من یکم رنده دارم بالاتر. برو چون دارم بالاتر. اپلای خب آره الان چون کمون بیشتر شد. اینجا بودیم، حالا ما اینجاییم و کلا اینجا بایوم سنگی طوره، یعنی بایوم استونیه و اگر همینجا یه بایوم دیگه هم کنارش باشه اینجا رو میتونیم بکنیم یه پل بزنیم بکنیمش اینجا محل ماینمون. و آره این خیلی خوبه. چات به کجا رسیدیم؟ اینجا چقدر خوفه، خیلی دراز و خوفه و هم سنگی هم درد توشه، هم بایم استونیه.
واه قار. نه قاره چیز خوبی نیست. چیز زیاد خوبی نیست. کولد ریور. اوه مواد مذاب. خب رفتم تو لاغو قشنگ. به نظرم اینجا جای خوبی بود حاجی. چت وایست. آقا به نظرم ویجیاتو رو بشناسید. ویجیاتو هم همچین زمینی داشتن، یعنی وسطش آب. ویجیاتو هم همچین زمینی داشتن وسطش آب بود و اومدن اینجا تا اینجا و تا اینجا رو همشو یه پول زدن، پول مانند، که بتونن برن پیش خونه های همدیگه، فارمشون یا چیزاشون، و قشنگ برای خودشون خونه ساختن. همیشه من تا اینجا رو تا اینجا راحت میتونم صاف کنم، هم جا داشته باشم، هم چون اینجا نکنم استونی در کنارمونه، اونجا هم میشه چی ماینرمون. حالا وایسا من اینجا چون که اینو رو من یه وایزت میگم فرانک وایزت سی شو وایزتشو کپی میکنم و آره داشته باشمش که بتونیم اگر جای خوبی نبود همینجا بیایم. آره میام پیش تو. خب ما خوابیدیم و بلند شدیم و الان روزه و الان دوباره باید شروع کنیم چی؟ به من اینجا ریسپانم اینجا ست میکنم اگر مردم و چیز شد از همینجا اسپان باشم. بریم به دنبال بیسمنت دیگر یا همینجا وایس نگاه کن. ما که ریسمان اون سته مختصاتم اسکرین شات گرفتم، غذا که فول تجهیزاتم هستیم و قارم حتی کنارمون هست. آیرون وایس برم آیرون ها رو بردارم بدونم چی بود؟ چیزا ببایی بود؟ او ببایی تو باز نگاه کن یا نگاه ببیر تو کار کنیم. خیلی سال خوبی بود میشیم. فاک پشمام نگو که ویلیجم کنارمونه. بهترین جای بایوم کنار قار کنارمونه، دریا کنارمونه، بایوم استونی کنارمونه و اگر ویلیجم باشید که دیگه به چون ویلیجم میتونیم بیاریم، ویلیجر رو خودمون بیاریم و میتونیم این چندتا رو این چیزا رو را بندازیم. بزن تو قسمت 5 دیگه ندرایت هم پیدا کنیم. فول ندرایت هم بشیم جوری که داریم پیش میریم. دروازه اندم کنارمونه. اند دیگه اند درسته؟ دروازه اند ولی چیش نیست. بشما آسان باشه باز از این اسبام که اینجا هستن نشون میده ویلیجم خرم هست. ویلیج کنارمونه. دریاچه هم مسئله آقا ویلیجش چرا نیست؟ ویلیج یس ویلیج سلام اینجا ست بدم. ویلیجش چی؟ سلام داشت دختری؟ کم شو
بابی من ببخش. گربا بری گربا من ماهی میدم اهلیت میکنم. کریپرا نیام سمتم. سلام بمیر. داده چست ندارید غارتتون کنیم ایسان چست داشته باشید دیگه ازت نکن. ببخش یعنی یه چست هم ندارم. دارش کن او دوانویس دوانویس نداشت خلاص. 32 تا گوشت زامبی. وایسا بریم ادامه نریم ویلیجشون. ازمون چیه بیس همون این رو بندازیم اش هرچی داری رد کن میفت. یه لحظه آقا من اینجا رو یکم خوب بگردم میام پیش تو. اوه گندم چی بندازم؟ گوش زامبی. باشم من ببخشید که دارم اینا رو با پیککس میکنم. آره آره بریم آره بریم دوباره ماین. آقا تو این موقعیت فقط ما میخوایم چیکار کنیم؟ فقط ایمپورت فقط میخوایم بیسمنتمون رو چی؟ راه بندازیم. حتی واسه یه گاد بریج برات یه تریپل برات یه تری براتون برام. حال میکنید؟ صفا کنید دا چه داری بریج میزنم براتون. تو این ترک بده. وای یا بایم بگم دوستان ریدم یه بار دیگه سه نشه بازی نشه. تر زدم بسید یه بار دیگه خوب زدم دیگه قبول کنید. با باترفلای خوب زدم. درک کنم سواری صدام این نوهنجار با باترفلای اینو خدایی خیلی حق زدم. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا بلاک براتون دیگه. آره خوب اینجا پر چاله چوله است و ما باید اینجا رو صاف کنیم. پس برای اولین کار ما میای اینجا اینا رو بندازم بیرون. یک چست درست میکنیم که چی؟ وقتی یه چست درست کنیم آره یک کرافتینگ تیبل درست کنیم.
crafting table میذاریمش اینجا. آره وقتی این کرافتینگ تیبل رو درست کنیم چی میشه؟ میتونیم چیزهای زیادی رو درست کنیم، مثل چست میگیری. آره آره خب این چسته رو ردیفی اینجا میذاری. خب اینجا دایمند گل رو چیزا رو میذاری. آیرونا رو بده، آیرونا رو بده. یه فر اینجا، یه فر هم اینجا، 5 تا تو کلون رو بفز. 5 تا هم تو اینا رو بفزی. چند تا بده؟ 7 تا بده. بقیه‌تونه بیا پایین برید بالا. 12 تا از اینا هم بذار بالا. سلام آقا زنبوره، خوبی آقا زنبوره؟ بمیر آقا زنبوره. I am not آدم بد. سه تا از اینا درست میکنیم. چه سریع داره پخت و پز میکنه. پخت و پز کک. خب بریم تو کارش. Let's go. وای پلیجر اوتپوست. وای یعنی واقعا وای میرم میکشمش. شغل وای دمجم خیلی دمجم. ویلیج نرم که رید استارت میشه. تو ویلیج اصلا نمیرم. اصلا نمیرم. آقا اینجا رو باید صاف کنیم، یعنی میخواد برم تا ته، یعنی تا همسا تا اینجاها رو من چی صاف کنم. آره دهنم سرویس دیگه. میام پیشتون با خوشحالی. بس مرسی که اینجا ویدیو با من همراه بودید. پارت دوممونم تموم شد و باید کل اینجا رو صاف کنم. آره دهنم سرویسه. تا ویدیو دیگر پیس اوت.